میگه از سبت در گرد خونه خدا طواف میکنه در اون ازدحام میگه حضرت پرسیدش که چی است تو سبت بیرون نموندی جون تغام دو در این زحمه مقصد یه سری حرکت گرفته چی دوری در سبت بگو یا رسول الله مادر مای وقتی شنیدم این مادر که شما مقصد از می سفر حج داره آرزو کرد که ای کاش که من میتونستم رفته و مقصد همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خود حضرت خانه خدا زیارت میکردم همین سبت براش درست کردم میگه اینم در پشتوارم گرفتمش این مدینه منوره آورده گیرمش یا رسول الله اوی من همین حق همین مادر را ادا کردم حضرت گفت لا ولو بزفرت واحده چه جون گفت تو غلیم یک آهی که مادر در سر گهورایی که در شب کشید که همون را انجام داده نیستی چی برسه به او خدمت‌های دیگر واقعا این مادر یک رحمتی پروردگاره یک عطای خداونده خشا به حال کسی که یعنی پدر یا مادر در میوه و خدمتشون میکنه دست پا چکاشون میمونه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه همین خیلی شیرین زیبا و با همین تشبیه استعاره‌ای که خداوند متعال ذکر کرده از خدمت فرزند مقصد فروتنیش در پیش پدر و مادر بخل و قسم در تاریخ بشر و خیلی تا چیزا نظیر ندارد وقتی که قرآن اروپایی با زبانشو میخونن شایستهشو میکنن این خیلی زیبا این خیلی خوشرو این خیلی کامل که خدای تعالی بیان میکنه صراحتا در قرآن میگه در پیش پدر و مادر واخفض لهما فروتن بگیر جناح الذل من الرحمه اوهی همین بچه را دیده که مسکولش دم کردگی زندگی همین اوخی همین وقتی جوانی یک شعبه دیوانگی در یوشی میگه که دنیا را کلید میکنم در چشمش دیگه هیچی نمیتوه آن همون مسکولو را در پیش پدر و مادر میگه شکسته بدار فروتن بگی قومت کجله بگی در پیشش باز چی گفتی؟ آتا چی خدمت کنه؟ ناشکرش در یک ماه یک بار میروم چی خدمت کنه؟ اوخی خدمت بسیاره نیکی خدمتگار در کل خدمت هم کنه چه خدمت کنه؟ خدمت همه که مقصد نفقش هم مهیا که همو عذاب نکشم خدمت همه که در طور سرش باش در بیماری و اگر یک چی کشید بگی بر دخترش بر امکانات براش فراهم بیار خدمت همه که بگی براش خطیتونه خونه خدا را زیارت کنه امروز دیگه در سبت در پشتواره نمیبریش سمالیات میگیره میبرش در اونجا زمین زمان همه عرابه گرفته است بخوای برای مگزین بخر بخوای اجاره بگی مثلا که خدمت شد بکن و قل رب ارحمهم کما ربیانی صغیرا همیشه در حق شد دعا کن میگه پروردگار رحمت و مغفرت به پدر و مادر مرا که یوم خورد بدم کلام کردن یک عذاب و مشقت کشیدن جوان سر از راه مادر بتافت دل دردمندش به آذر بتافت یک بچه میگه گپی مادر اگر بود او بچه‌های پیشینه رنگی بچه‌های ابلهی نیست که کشتن مادر را بگیره و برای زن شده مادر شلت و کوب کنه دشنام حقارت کنه عجب یک زبان نفعی نفشی و پرورش نفعی همین بعضی روزو سوال میشه تری دنبلا همین چم قطعی همین زن و سوز نمیگیره خیلی کنیم با ما میپرسم میگم که عیبی کدو میشه همین باور میکنه و خدا قسم 99 فویسش میگن که عیبی او چم اومد یک فویس جوان مرده هست که حقیقتا میگه عیبی بیزنه کرد این همین 99 فویس میگه که عیبی او چم اومد این ناشویه چم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این اعظم الناس حقا علی الرجل امه از همه حق بزرگتر در ذمه مرد مادرش دارد و علی المرأة زوجها در بالای زن شوهرش یکی در بالای مرد از همه حق بیشتر مادر دارد جوان سر از رأی مادر بتافت دل دردمندش به آذر بتافت چه بیچاره شد پیشش آورد مرد بیچاره کمپیر دیگه زورش نرزاخی چیکار کنه وقتی دید که گپ گردونی میکنه و گپ گوش نمیکنه رفتم اون گوارایی را که همین بچه را کلون کرده بودم را آورد در پیشش ماند چه بیچاره شد پیشش آورد مهد که ای سست مهری فراموش عهد نه در مهد نیروی حالت نبود مگس راندن از خود مجالت نبود گفت ای جوانمرد
آخه تو در همین گوهره خواب بدی گیخت توزه کردن نمیتونستی، سیبت توزه کردن نمیتونستی، یک پشه را ای خود راندن نمیتونستی. تو نمی اومدم بالا تبار نمیکردم و پشه را نمی راندم. تو آنی که از یک مگس رنجه ای که امروز سالار سرپنجه ای. تو همونی هستی که زورت به یک پشه نمیرسید. اکه امروز جوان مرد چیده سویت غوثی در به حال رسی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفع. حتما اگر کارت همی باشه و من از تو راضی نشوم در قعر گور هم به حال میایی که با اونم مور و مار و کجده میاین اعضای بدن تا میکنن میخرن زور نمیرسی هم او را پیش خیال بکنی. این ایشان قوی ربی خدا برکت شده با همین نام مادر شگرید بعد گفتیم که انشاءالله سعی میکنیم بیاییم. گفت مادر دعوت کرده است، مادر دعوت کرده است که بیایید در محفل اشتراک کنید. اگر به خدا ما پیشکی دعوتی بدیم گفتم که ما دیر میشه و تو ایسو میکنیم میگه خدا برکتش بده. همه واقعا موقع مسلمان بدن خچه اثبات میکنه، امت محمد صلی الله علیه و سلم بدن خچه اثبات میکنه. مرد میگه نازی حضرت صلی الله علیه و سلم اومد گفت یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما، همین پدر و مادر در ذمه فرزند چه حق دارند؟ حضرت گفت هما جنتک او نارک، این پدر و مادر برای تو یا جنتت هستند یا دوزخت، یا کلید جنت پروپوس که جنتن که نمی دنیا در خدمت میکنی دعاشون هم میگیری و روز جنت میرای، یا این برای تو دوزخن اگر به شرطی که از تو راضی نباشن دعای بدت کنن. والله اگر همین شب روز سر از عبادت نبرداری پیش پروردگار هیچی نیست. رضا ربی فی رضا الوالد، خشنودی پروردگار در خشنودی والدین، خشم غضب پروردگار در خشم غضب والدین. و هم الحمدلله همین پیروی امام اعظم ابو حنیفه را و ایشان قولی کامل انجام دادست. حضرت جوان بود پدرش مرد اما مادرش بد است. مادرش یک زنک صالحه برای اون که ابو حنیفه به دنیا بیاید میدونه چی پدر و مادر در کار چقدر پاکیزه و تمیز باشن. خیلی که چقدر راستایی چقدر دروغ قصه زنگیری ثابته همه شنیدگی میدونه چی نمو گرفته است. اما به هر وجه صورت اما مادرش فاطمه خداوند رحمت مغفرتش کنه، حضرت مردک کلام بود امام بود، مادرش زنده بود. همین قدر مادر احترام میکرده است به حد متواضع فروتن بود است. یه روز مادرش میگه که همین اگه در همه عصر زمان همین واعظا شهرت بیشتر دارن در بین عوام و ناس. بیچاره عوام چرا بدونن آخه؟ همیشه در همه عصر زمان همین کسی که واعظ گپ زده شهرتش بیشتره. میگه در زمان حضرت امام اعظم ابو حنیفه در کوفه یک مرد بود به نام عمرو بن زر واعظ بود است، شهرت داشت. میگه یه روز مادرش گفت که بچه‌م همون پیش عمرو بن زر برام. مادر چکارش میکنی او را؟ یاد سوالات دارم بتونم. بعد گفت مادر جان همون سوالات هم یکی ما جواب بگو. بعد گفت بچه‌م عقلکی نکرد که تا عقلکی نکرد پیش همون برام همون بتونم سوال. حضرت در خچیر سوار کرد مادر پای پیاده، خودش در اسب سوار نشید، پای پیاده. اگه مادر در خچیر با خاطر سوار کرده است که اسب بلندتره عذاب میکشه. انا لجامی خچیر گرفته و با بغداد آخری امام اهل سنت و جماعت این مردک در زمان زنده بودن شهرتیار شده بود. ای هزارها فرسخ مردم مخصوص میرفتن که مقصد که صحبت چه گوش کنن در درسش اشتراک کنن. حضرت مشهور بود که در زمان خودش مشهور به حد بود که پادشاها التماسش میکردن که بیا وظیفه بگی خطیب و کار کن، چی در بنی امیه و چی در بنی عباس. انا میگه در کوفه پای پیاده لجامی خچیری مادر در دستش اومده است. امروز ایزا میکشیم اگر یک ماشین ماتیس باشه یا که ایو باتر تیکو باشه سوار بشه کل مردم چی میگفته باشه. یک محفل خیر به در طرفی ورزو خوریوی قزاقخونه گرفتیم بردیم این واقعی والله علم سالای 2005 با ایوسی یا ماشین لوازیک دست سوار بکردن. لوازیک هم میدونه این لوازیک زپاروژای لواز میگن با بولوشی تاری
چی داشت؟ پلاتکا داشت. همون موشیده که ما سواریم هم پلاتکا همینطوری پرگی و همش خندگی. ما اومدیم پیش مسجد قضاخانه رسوندیم شو دکترای اینا می خوری عبدالوهاب شدن. بعد گفتن حضرت ما هم 112 در کور داریم. بعد خیلی گفتم های که من میگم همین قضاخان برو اومدیم حضرت میفرویم همینجا. بعد گفتم چی کور داره؟ کی خندیدن؟ گفتم خونه بود ایزو کشیده یک در پیش مسجد شما هم آدمای بزرگ شیدگیه دیگه کی ایلو از ایزپاروژ ایزو کشیده بفروشه که ولی مردم چی میگن اوه این ماشین برای کار بود کردن برای سواری اینا شگری تو شوا این برای راست کش نیست ایکو حضرت الله بینه با همون خاکساری تواضع گرفت و برداشت نیزر ششتگی بود وقتی حضرت امام ایدر اومد بشه سرش کن دوید اومد دستاشو بوسه کرد حضرت جان اون خوش اومدی من عمل گفت که همین مادرم اومده است پیشت چی سوالی داشت است حضرت شما هستی و هیچ خیلی مادرت ای من سوال میکنه خیلی گفت امری مادر وجی ما چیکار کنم گفت پیش امری این زر برام آورده باش بعد اومد پیش مادر که مادر جان سلام علیکم چیکار کرده چه خدمت کنم با همون سوالاش گفت همه وابسته به حیض بوده است سوالا را داد بعد دیگه گفت حضرت امام این مادر سوال کرده است که این همیشه جوابش چی میشه و حضرت امام اعظم ابو حنیفه جواب را گفته بعد گفت که حضرت امام میفرمایند که حضرت استاد که این همیشه این مادر گفت میدونه این چی فرزنده ای او مردم خیلی خراسان و ایگجاها برای پاسخی مسئله را گرفتن با پیش ایران میویند تو نخوا همین فرزنده همین در همین نسبی روزی مجبورش کنی به همین کوفه مقصد پیاده بیوید این فرزند تو امام اهل سنت و جماعت امام بریم پیش این مسئله را حل فصل بکنه میگی خدا برکت شده ایشون کاری را من میکنه اگه یوش داریم دوملورم همین موضوع بسیار مهم گرفت و دید که معرکه یوشوع زمانی نابو آمده زمان منطقی زمانی نرکشی مادر پرورد هشتونه در سر تو میگیره پدر و مادر اگر خوب باشه خوب بانش میکنی حتی اگر کافر باشه در ذمت حق داره چی برسه با پدر و مادر مسلمان زینهار آواز بلند نکنه حتی خشم غضب تونم کرد هشتونه در سر تو میگیره که اگر همین خدای نکرده همین تیخ کشیده طرف مادر نگاه کنی فرد روز قیامت در دوزخ چشمات چشمایی که تیغ کشیده نگاه کرده که با تیغ آتشی میکنن خدای نکرده صدا تا بلند کردی با یقین بفهم که خشم و غضب پروردگارت بالای سر خودت آوردگی خدمت کنید پدر شما هم فرزندان میشه اگر پدر مادر خدمت کردی انشالله از فرزندت خدمت ببینی ولی همین سینمان میگن که تن یا بچه داری خیاده تهیه نزایی جمله اولدن دل نشید است خیلی میگم خدای طولانی یا پیشتر مدد الحمدلله رب العالمین واقعی من اگه با طریق باید شدید خدمت نکردم نه که همون به هر وجه صورت در خدمت پدر بودیم پدر را دوست می داشتیم فرمان زندار و بودکدار بودیم نه که ما فرمان پدر نمی برمدیم یا وقت ما هم رقیه خان بودم جورا رقیه خان بودم یا شهرت داشتیم همه یه روز یک کسالی را خوندیم اومدیم یک پدرم ختیم بود و ختیم ها خوب میکرده مقصد که شو یا جو بروردن در کار یک کار مقصد دو خوب نمیکردم در پهلوش بودم همه چی خوبی دیدم که همه که داد و فیغان کردم در آب خوب رحمتی را ترسوندم بعد همه بامداد در گفت که بچم وعده بوده که دیگه نمیخوام همه پیش یادت تو وعده بوده که دیگه کسالی نمیخوام گفتیم خلاص اینا وعده داده اینا خدا رحمت کنه پدرمونا 11 سال شد گذشته شد نه که این وقت همون حیات بس کردم خوندن دیگه نخوندم بس کردم اون فرمانی پدر فرمانی مادر بعد فرمان خدا و پیغمبر ای همه ولوم است همه پدر و مادر کسی نباشن چی کاره نباشن اوخه ایو برای فرزنداشو ای همه ولو یا افتریتیتن یا احترام باید داشته باشن کسی میکنه برای خودش میکنه بیرو آباءکم تبرکم ابناؤکم شما در حق پدر و مادرتون نیکی که نمیگه حضرت نیکی و خوبی را از فرزنداتون میبینید
خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب تو بگردونه. پروردگار محفل تو را محفل خیر بسازه. الحمدلله این جوانایی که توی نمیشه اشتیان آخی سوال و جواب کردن و سبق شنیدن انشاءالله یقین دارم که اینا در درجه و منزلتی دارم که امیدوارم یا در اصل با پا سوارن که جوانی که طاعت عبادت خدا را میکنه همیشه در نزد پروردگار از مصفد توحید قدر منزلتی بالا دارد. در حدیث قدسی اومده است حضرت خداوندی میگه احب الشیخ طایع و حب للشاب طایع اشد. من مصفد اطاعتکار را دوست میدارم میگه خداوند، اما محبت من نسبت جوانی که با وجود جوانیش مقصد طاعت عبادت را بیشتر زیادتر کرد. انا حبیب الله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من حبیب الله هستم، حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. و همچنین جوانی که در عبادت پروردگار نشأ نوا بیاید او هم پیش پروردگار حبیب است، حبیب الله است. خداوند حفظ کنه. این محفل خیرتون هرگز پراکنده نگردد. خداوند بازم غیرت و حمیتون بیشتر کنه. خداوند ایشون قالی هم یک فرزند دارند بابایی. من همیشه خیلی که خودش خدمت مادرم میکنه فرزندم در خدمتش هم در قایم استوار بداره. در خاندان خودش در خاندان مهمانانش نور و صفا و فیض و برکات نازل. الله اکبر. سلامات باشید. یوزداشی تا حضرت جان با بخیر این مردم